تمیزترین بنزی ایرانا براتون آوردم آگهی کنم. مالک اصلا دلش نمیاد این ماشین رو بفروشه. چرا میخواد بفروشه؟ چون خونه خریده. مدل 2009 کار کرد 120,000 تا به شرط واقعی. فقط این سر کاپوت یه تیکه آب رنگ داره، شاسی و سینی و همه سالم، خط تا خش و نقطه هیچی به بدنش نیست. تنها ایرادش نیست که این سپرش یه رنگ میخواد که سپرم اصلا جزئی رنگ شده دیگه حساب نمیشه. این چرم رو بگیر، اینو اصلا صندلی عقبی این ماشین هیچکی نشسته، ماشینی سومی مالک بوده. چرم رو بگیر اصلا رو دریا همش نو. ماشین فنیش همه رفته آرا سنتر، مصرفیاش عوض شده، زیرا بندش نو شده. بذار داخل موتورشو برات بگیرم. واقعا بو صفری میده. کاش خونه نمی خریدی یا این ماشین رو نگه می داشتی. به خدا وای تو موتورا خیلی نوعه. ببین بستش خیلی ماشینش نوعه جدی. کسایی که دنبال یه بنزی تمیزن که خرج براشون نداشته باشه دا نتراشه دا هر رو تعمیرگاه نباشه، این بنز به دردشون میخوره. قیمت اعلامی مالک 7 میلیارد و 500. شاید تخفم پا معامله بدن. خیلی ممنون.